با توجه به اینکه بینی ها خیلی مواقع دفورمیتی هایی دارن که باید اصلاح بشن، یکی از روش ها جراحیه که خب افراد جراحی رو انتخاب کنن. یه روش دیگه روش غیر جراحی است که بدون بیهوشی انجام میشه. توی دقایقی که این کار انجام میشه براشون از ترکیب حالا هم میتونیم فیلر استفاده کنیم برای لیفت بینی، هم استفاده از نخ. خب باید ارزیابی انجام بشه، تکنیک باید درست انجام بشه که آسیب نرسونه ببینی. و وقتی که توی یک مرکزی که همیشه این کار در حال انجام مسلماً میشه اون کلینیک رو انتخاب کرد برای انجام این کار و کار درست رو انجام داد تا بینی لیفت خودش رو به اندازه کافی پیدا کنه. متشکرم. خیلی خوب شد. درد نداشتی؟ نه خوب بود. چند دقیقه طول کشید؟ بکنم 5 دقیقه اینا نشد اصلا.